الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلی دوستان گرامی و برادران محترم، از الله متعال می خواهم که شب و روز خیش را در طاعت و عبادت و بندگی الله متعال سپری نمایید و از الله متعال می خواهم که برای من شما توفیق توبه کردن را نصیب بفرماید. بلی دوستان گرامی و برادران محترم، بحث ما درباره فضیلت توبه و شروط آن ادامه داشت. حال میاییم صحبت خود را درباره داستان و حکایات که درباره توبه آمده است ادامه میدهیم و شاید برادران امت اسلامی از این صفت زیبای توبه برخوردار شوند و از تمام گناهان خیش به سوی رب خیش توبه و رجوع نمایند. بلی دوستان گرامی، صحابی بزرگوار ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. در زمانهای پیش از شما مردی بود که 99 نفر را کشته بود. فسأل عن اعلم اهل الارض، از مردم پرسید که داناترینشان کیست. فدل علی راهب، وی را بر راهب راهنمایی کردند. فاتاه، نزد راهب آمد. فقال، اعتراف نمود: انه قتل 99 نفسا، که او 99 نفر را کشته. فهل له من توبة، آیا توبه برای او وجود دارد؟ فقال لا، نخیر. فقتله فکمل به 100، اون شخص راهب را هم کشت و 100 نفر را تکمیل نمود. ثم سأل عن اعلم اهل الارض، اونگاه از عالم ترین مردم پرسید. فدل علی رجل عالم، او را به عالمی راهنمایی کردند. فقال انه قتل 100 نفس، نزد عالم آمد اعتراف کرد که 100 نفر را کشته است. فهل له من توبة، آیا راهی برای توبه اش وجود دارد؟ فقال نعم، اون عالم در جواب فرمود: بلی. و من یحول بینه و بین التوبه، چه کسی میتواند که بین او و بین توبه مانع شود؟ عالم برایش فرمود: انطلق الى ارض كذا و كذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. برو بر سرزمین فلان و فلان، در اونجا مردمی هستند یعبدون الله تعالی، الله متعال را می پرستند. فاعبد الله معهم، تو هم با اون مردم الله متعال را عبادت کن. ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء، بسر زمین خیش میا، زیرا این سرزمین جای بدی است.
فانطلق حتی اذا نصف الطریق، اون مرد در راه خود ادامه داد تا اینکه راه را نصفه کرده بود. اتاه الموت، مرگش فرا رسید. فاختصمت فيه الملائکة الرحمة و ملائکة العذاب، فرشتگان رحمت و عذاب بر سرش اختلاف کردند. فقالت ملائکة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالی، ملائکه رحمت گفتند این شخص توبه نموده و از قلبش به سوی الله متعال روی آورده است. وقالت ملائکة العذاب انه لم يعمل خیرا قط، ملائکه عذاب گفتند که هرگیز او کار خوبی انجام نداده است. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ای حکما، فرشته به صورت آدمی از راه در رسید و او را حکم در میان خیش قرار دادند. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتهما کان ادنی فهو له، وی گفت هر دو زمین را اندازه بگیرید، به هر کدام که نزدیکتر بود از اونجا به حساب آورید. فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد، اونها هم هر دو زمین را اندازه گرفتند، دیدند به سر زمینی که مطلوبش که قصد اون را داشته بود نزدیکتر بود. فقبضته الملائکة الرحمة، و ملائکه رحمت روحش را قبض کردند. در روایت دیگر در حدیث صحیح آمده است فکان الى قریة صالحة اقرب بشبر فجعل من اهلها، به اندازه وجب به قریه نیککاران نزدیکتر بود، به خاطر همین از جمله اون مردم به حساب رفت. فجعل من اهلها، پس از اهل انسانهای نیککار قرار گرفت. در روایت صحیح دیگر آمده است فاوحى الله تعالی الى هذه ان تباعدی و الى هذه ان تقربی، الله متعال به این سرزمین دستور داد که دور شو و به سرزمین دیگری دستور داد که نزدیک شو. و قال قیسوا ما بینهما فوجدوه الى هذه اقرب بشبر فغفر له، فرمود بین اون را اندازه بگیرید، چون اونها اندازه گرفتند یک وجب به این قریه نزدیکتر بود، پس الله متعال گناهانش را بخشیده و او را مورد رحمت خیش قرار داد. فنعا بصدره نحوها، این انسان قاتل سینه خیش را به طرف اون سرزمین گردانیده بود، سپس مورد رحمت پروردگار قرار گرفت و الله متعال او را بخشش نمود. عمران ابن حسین الخزاعی رضی الله تعالی عنهما روایت میکند ان امرأة من جهینة اتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زنی از قبیله جهینه در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد و هی حبلى من الزنا، در حالی که این زن از عمل زشت زنا حامله شده بود. فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ای نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم، اصبت حدا فاقمه علی، جرم را مرتکب شدم، حکم اون را بر من جاری کن. فدعا نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیها فقال احسن الیها، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولی او را خواست فرمود تا به او نیکی کند. فاذا وضعت فأتنی، هر زمانی که این زن وضع حمل نمود او را در نزد من حاضر نمایید. زمانی که اون زن وضع حمل نمود ولی اون زن او را در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آورد.
فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند تا لباسش را محکم بستند. ثم امر بها فرجمت. دستور داد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سپس اون زن رجم شد. ثم صلى علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و سپس بر وی نماز خواند. فقال عمر رضی الله تعالی تصلي عليها يا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقد زنت. بر زنی که زنا کرده است نماز میخوانی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدینة لوسعتهم. این زن چنان توبه کرده است که اگر میان 70 نفر از مردم مدینه تقسیم کرده شود برای همگی گنجایش دارد. و هل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ آیا بهتر از این یافته ای که جانش را در راه الله متعال فدا کند؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که ایشان فرمودند: و یتوب الله علی من تاب. الله متعال توبه کسی را که به سوی او توبه کند میپذیرد، هر قدر انسان گناه انجام بدهد و هر قدر نافرمانی رب خویش را نماید، باز توبه کند، الله متعال توبه اش را میپذیرد. بله دوستان گرامی، از این احادیث مذکوره چنین برداشت می شود که برای هر انسان ضروری است که از گناهی که مرتکب شده است به سوی الله متعال برگشته و توبه نماید و از رحمت الهی ناامید نشود، زیرا الله متعال است که توبه انسان را میپذیرد. در آخر از الله متعال میخواهم که من شما را از جمله تائبین قرار بدهد. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.